امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حوزه همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف ملاقات نمودند. در آغاز صحبت سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که واخوری‌های منتظم در سطح عالی امکان می‌دهند تا مسائل مهم همکاری تاجیکستان و ازبکستان بررسی شده موقع جانب‌ها عاید به سمت‌های کلیدی هماهنگ گردند. سران دولت‌ها با رشد استوار مناسبت‌های دو کشور بهای بلند داده با بررسی وضع و دورنمای همکاری استراتژیکی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان اظهار آمادگی نمودند. تاکید گردید که گسترش همه‌جانبه اقتدار تجارتی و اقتصادی یکی از سمت‌های مهم روزنامه دو جانبه به حساب می‌رود. فعالیت ثمره‌بخش کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی که جلسه نوبتی آن در شهر خیوه جمهوری ازبکستان برگزار گردید با قناعتمندی تاکید گردید. برای گسترش همکاری در ساحه‌های انرژتیک، صنعت و جاری نمودن تکنولوژی‌های نو از جمله سبز ابراز آمادگی کرده شد. از رشد مثبت رابطه‌های بین منطقوی و جانا گردیدن رابطه‌های میان منطقه‌های دو کشور اظهار قناعتمندی کرده شد. با مسائل‌های همکاری فرهنگی و گومانیتاری توجه خاص ظاهر گردید. ضرورت ادامه دادن تبادل علمی و فرهنگی تاکید گردید. در انجام ملاقات سران دو دولت همچنین همکاری سودمند تاجیکستان و ازبکستان را در چهارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های منطقوی و جهانی تاکید نمودند. اظهار باور کرده شد که اقدام‌های مشترک عملی شونده به نفع مردم دو دولت برادر خدمت خواهند کرد.